سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، آرزو میکنم جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشید. ما امروز خواستیم یک ویدیو درست کنیم در مورد 5 روش کامل طبیعی و ارزان برای نابودسازی کرم مغزوار سیب. در ویدیو ما براتون 5 روش تشریح میکنم دوستان عزیز. اولین روش که است استفاده از کارتن جریدار یا مو لایه‌دار که ما برش میگیم که 3 لایه داره. دوستان عزیز، تخم کرم مغزوار سیب که است در زمین پرورش داده می شود و در جریان فصل زمستان که اینها که در امو میوه های پوسیده و گندیده شده و شاخه ها، ساقه ها و همچنان خصوصا در برگ ها اینها هستند و در اوایل فصل بهار وقتی که هوا گرم میشه اینها که از طرف زمین به تنه درخت و بعدا با خود به مو شکوفه ها میرسونه و در اونجا چی میکنن؟ تخم گذاری میکنن. شما بر عزیز دوستای عزیز میتونین از این کارتن جریدار یا سیلویی که است تقریبا 20 سانتی را برش کنین به متنه درخت ایره بسته کنین و بعد از 4 ماه بعد پس شما میبینید میبینین که دمو جریدار که است دمو جمی لاروای ازی دموجه بر خودن چی کرده یک لانه ساخته بسیار امن است به خاطر که و دموجه شما ایره باز مشاهده میکنین. این اولین تکنیک از دوستای عزیز که ما برشان تشریح کردم. دومین تکنیک چی است دوستای عزیز؟ استفاده از تله فرامونی که ما برش میگیم. یک است بسیار